اگه تو هم تو کاشت رنگ سفید تو اجرای تتو مشکل داری، حتما این 3 نکته طلایی رو که بهت میگم رعایت کن. حتما تو ذهنت این سوال است که از چه برند رنگ استفاده کنم که کاشت رنگ سفید بهتری داشته باشم. ببینید اگه بخوام در مورد این موضوع باهاتون صحبت کنم، رنگ‌های زیادی هست مثل فیمس، داینامیک، رادیانت، اینتنس و رنگ‌های خیلی بهتر از اینا. اما برند رنگ سفید توی کاشت رنگ فقط میتونه 10% تاثیرگذار باشه. اولین نکته این که قسمت‌هایی از طرحتون که میخواین سفید اجرا کنید حتما خالی بذارید و از کرم حینه‌کار استفاده کنید. نکته دوم این که قسمتی از طرحتون که اجرا کردین همون موقع دستمال نکشید. بذارید یه مقدار بگذره تا رنگتون خوش بشه، بعد پاک. برای اینکه کاشت رنگ بهتری داشته باشین، ولتاژ دستگاهتون رو یه کوچولو ببرید بالا و سرعت دستتون رو بیارید پایین و سعی کنید هر قسمت رو یک بار اجرا کنید. لایک و کامنت های زیباتون به ما انرژی میده برای ساخت کلیپ های بعدی. حتما ما رو حمایت کنید.